بوریخول بعد شوهر کردن خواهرانش تنها ماند. بجز مادرش پرستاری دیگر نداشت. دستی او هم به همه چیز نمی رسید. یک ماه از تلاش دارد سوزن و رشته بگیرد و لباسهایش را مستقلانه بدوزد. سوزن بارها پایهایش را زخمی کرده است. او با پدر و مادرش در دهه دوردست نیزامبای ناحیه خراسان زندگی کمبغلانه دارد. امروز دو پیاز داغ میکنم، دو پمیدور کمتر آب میندازم، بعد میشینیم میخوریم. روزی آمدن ما پدر بوریخول پی دریافت کار به دهه همسایه رفته بود. او با مبلغ کاری موسمی غذای عائله را تامین میکند که در یک ماه 200 سامانی را تشکیل میدهد. بوریخول تلاش دارد برای عائله نیروی در کاری باشد. بخصوص به مادری که آهسته آهسته چشمانش خیره می شود. پایهایش به مشکلی به وظیفه نوادت می کنند، اما از چند وقت پیشتر قابل ترند. دلش چی می خواهد؟ دلش میسگب آش، کچکی بیرون، گوش بیرون، سگب خودی به مزه، یکی مرا علاجم نمیرسه. وقتی که داشتم میکدمشه. اکو حاضر ندارم بچه جان. دولت به بوریخول 130 سامانی نفقه معیوبی می دهد. گاه بوریخول به زبانی که تنها مادرشان را می فهمد اظهار امید می کند که روز دوزندگی را از خود کرده به بودجه عائله درآمد می آورد. مادر همو را با وجود فهمیدن سختی مقصدش تشویق می کند.